این قدرت و این توان در این ملت شجاع و در این نظام توانمند وجود داره که از حق خودش دفاع بکنه و دندانه‌های هر متجاوز رو در دهنش خرد کنه. عاقبی شهیدت شهادتت مبارک. ایران بیش از گذشته آشکار کرد. تکیه به مذاکرات برای گرفتن حق فایده‌ای نخواهد داشت مگر اینکه فقط برای اثبات بدعهدی و خیانت غربی‌ها به دیرباورها اتفاق بیفته. و همه میدونن که توی دنیای امروز به جز ایران هیچ کس نمیتونه انتقام بگیره. به جز ایران و به جز رهبر عزیز ما که مقتدرانه جلوی اینها وایسادن، هیچ کس نمیتونه پاسخگوی این حملات وحشیانه باشه. اصلا مذاکرات به صلاح نیست. ما سال‌هاست داریم چوب این مذاکرات رو میخوریم و این مذاکرات چیزی به جز این نیستش که بخوان اونا از ما امتیازاتی رو بگن و خودشون زیر اون امتیازها و این قول و قرارها بزنن. دست به ترور میزنن و آتش جنگ رو ما از مسئولین محترم میخوایم که مصلحت اندیشی رو کنار بذارن. دیگه دوران به دست بزن در رو در رفته. باید تکلیفمون رو با این رژیم اشغالگر، با این رژیم کودک کش یکسره بکنیم. مذاکرات نه تنها هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، بلکه بر مشکلات ما افسوده خواهد شد. این یکی از نمونه‌هاش. نتیجه این مذاکرات نتیجهش امروز مشخص شد.